رئیست امور داخلی شهر دوشنبه نوار توقف ماشین رنج راور را در بین راه که باعث تنبشوی نقلیات شده است تحقیق نموده گناهکار را معین کرده است. نوار توقف نادرستی افت تمغه رنج راور در راه اتومبیلگرد بازار کاروان که باعث بند گردیدن راه شده بود در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت. در نوار دیده می شود که چگونه اتوبوس‌های مسافربر و دیگر ماشین‌ها نمی توانستند حرکت را ادامه دهند چون رنج راور راه را بند کرده بود و راننده‌اش نیز حضور نداشت. با اطلاع رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه کاربران شبکه‌های اجتماعی از عمل صاحب ماشین گران ارزش اظهار ناراضگی کرده خواستار تحقیق قضیه شدند. مأموران میلیسا معین کردند که راننده افت رنج راور شهروند علیف اسلامی دین سال تولدش 1995 استقامت کننده ناحیه یاوان می باشد و افت ماشین به جریمه‌گاه موقتی دسترس کرده شده است. در اطلاعیه مقامات میلیسا آمده است که برای توقف نادرست نسبت شهروند دیگر بختیار سلیمانوف سند مأموری ترتیب داده شده برای تکرار نکردن چنین حالت به طور قطعی آگاهانیده شده است. این نوار و مجازات در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان میگویند اکثرا صاحبان ماشین‌های گران ارزش در راه‌ها به خودسری‌ها راه می‌دهند. مقامات داخلی نیز با گزارش ریدهای مخصوص قانون شکنی‌ها را معین و طریق رسانه‌ها نشان می‌دهد.